علیکم سازن خوبه سلامتی سازای کارا خوبه همه ساز یک خدمت کنین یک نمرایتان کنم 100 روبل گذرونه نمرای مگافون تاجیکستانه. دوستم یک لحظه است. تنها از تو خواهش همین است که به دشنام و به حقارت همین نوا را تا آخر تماشا کن و انشاءالله حقیقت را خواهی فهمید. حقیقت آشکار شد و آن چیزهایی که بر ما میگفتند ما همه را اثبات کردیم. پس نوا را بین و بعدا فکرت را نویس. علیکم سازن خوبه سلامتی سازای کارا خوبه همه ساز یک خدمت کنین یک نمرایتان کنم 100 روبل گذرونه نمرای مگافون تاجیکستانه. تاجیکستان زنگ زنم کتی اوچم بچم کتی گپ زنم میگم نشدسته زنگ زدن نمرشون کشتگه. من خودم غریبی اومدم نه اومدگی میاد 3 ماه میشه و کار کرده سبدیم کرانتین کردم با راستی وضعیت کمتر بزیبه مزم نیست خونه ده خوابم زنگ زنم گپ زنم که چون میگم نشدسته زنگ زده. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروانی عمر. امیدوارم که خوب هستید. با شما هستم بنده مثل هر وقت یاسین. دوستان عزیز در یاد داشته باشید چند هفته پیش همین نوا رو کرده بودیم و بسیار شما گفتید که شرم نمیداری دختر تاجیک رو شرمنده کردی. حالا که ما نه رسمش را نه نوارش را گذاشته بودیم و نمیدانیم که این دختر کی هست چی هست از کجاست. تنها همین را اثبات کردن خواستم که در پشتی پرده مرد هست یا اینکه زن. بعد از همان نوار و فکرهای شما ما کوشش کردیم جستجو کردیم و همین صاحبی سایت را یافتیم. یعنی که یک پسر بوده است، یک جوان بوده است. بینید که جوانهایی هستند برای پول کار کردن یا اینکه برای زیاد کردن پادپیچی در یوتیوب و اینستاگرام و تیک توک سایت دختران را استفاده میبرند و با همین سبب میخواهند که صاحب پادپیچی زیاد شود. اما همین جوانی که همین سایت را کشود وقتی ما با او صحبت کردیم همین دخترک 3-4 ماه پیش با این سبشنی روان میکند و میگوید که همین خیلی وضعیت و این جوان باشد از فرصت استفاده برده نام سایت را مهرانگیز میگذارد و نمرای خود را گذاشته از پای همین کار میشود. آیا فکری و کاری کرده همین جوان درست است یا اینکه نه؟ و این جوان شما چه گفتنی هستید؟ وقتی ما همون نوا را کردیم گفتیم که همین خیلی و گفتم که اگر دختری خوب می بود از شوهرش زود جدا نمیشد. برای این گفتارم از همه شما معذرت میخواهم و خداوند من را ببخشد. دوستان عزیز هیچگاه فراموش نکنید که هر آن ثبت ها با طریق انکلاسنی کانتکت و هر چیزی نباشد شما اول خواهش کنید که گولوس روان کند و بعد از گولوس میتوانید که شما با او باور کنید. وقتی چنین جوان ها شما را فند و فریب میکنند و مرگ بر این چنین جوان ها که از فرصت استفاده میبرند از دختران استفاده برده پول کار میکنند عیب است عیب. مقصد من همین است که تا اینکه با دیگران رسانم آگاه شوند و با این چنین جوان ها باور نکنند و فریفته دام اینها نشوند. همین بود و خلاص.